اگر امکانیتی تغییر دادن زندگی میشد، من در اول آن لحظه زندگیم رو تغییر میدادم وقتی که من سال گذشته از امتحان به دیگر دولت گذاشتم، اما به من اجازه ندادن. من همین رو شاید عوض میکردم. اگر من در امکانیت تغییر دادن حیاتم رو امکانیت میدادن، من میخواستم که یکم اول مبلغ با خارجه رفتن رو میرفتم اوجا مشق میکردم، ورزشگر نامی طرز آزاد، گشتنگ طرز آزاد میشدم و میخواستم که با مسابقه های بین المللی اشتراک کرده نام پرچم ملت تاجیکستان رو بالا بردارم. من اول طرز زندگیم رو دیگر میکردم. وقتی زیادم رو به عائله میبخشیدم، چون که من وقتی زیادم رو به کارم میگذراندم و اکنون بسیار میخواستم که آن وقتم رو به عائله‌ام ببخشم و بعد فرزند بسیار تولد میکردم، چون که این آرزوی اصلی من بود که به این آرزویم نرسیدم. اگر امکانیت تغییر دادن زندگی میشد، چون که من وقتی که مکتب میانه رو ختم کردم، همچنین میخواستم که یوریست که خوانده یوریست شوم، لیکن یک محیطی بود که همان وقتا کم مردم به شهر دوشنبه می آمدن. برای ما یک وای بود که تو دوشنبه می روی و چیکار دیگه این چیزا بود. من همین خیال بعد دیگه کس رو پیشه کردم، خواست از پیشه کردگی خودم پشیمان نیستم. من حاضر همچنین محاسب کار میکنم، فینانسیست کار میکنم. نه که این آرزوی من در دل من موندگی است که میخواستم که همچنین یوریست کار کنم، میخواستم پروکوروری در республика کار کنم. آنچه را که من میخواستم تغییر بدهم اگر امکانیت میداشتم این است که از دوران کودکیم سر کرده بسیارتر میخواندم و میآموختم، چون که امروز میبینیم کسانی که خوب میخواندند و دانش میاندوختند سطح زندگیشان خیلی بالا است و اگر من امکان می داشتم که چیزی را تغییر بدهم، من فقط می خواندم و می خواندم. هرچی را که من به دست آوردم در جایی که من می خواندم و جایی که در حال حاضر کار می کنم، من این را به نهایت قدر می کنم. من یگان چیز را تغییر نمی دادم. اگر امکانیت از سر نو زندگی کردن را هم می داشتم، باز همین گونه زندگی می کردم. از چیزی افسوس نمی خورم و قناعتمند هستم.